برای این تطبیق ساده ما احتیاج به یک مستطیل به عرض 45 و به طول 94 احتیاج داریم. و برای دسته کیف 2 تا بند کتون 50 الی 60 سانت نیاز داریم. ما به این بگ میخوایم آستر ندیم، برای همین باید داخلش خیلی تمیز و مرتب باشه و نکته همینجاست. قسمت روی پارچه رو روی هم قرار میدیم و پهلوها رو از لبه به فاصله نیم سانت شروع به دوخت میکنیم. همونطور که گفتم از لبه کار نیم سانت داخل میشم و از روی پارچه شروع به دوخت میکنم. 2 درز کیف رو از قسمت رو به فاصله نیم سانت از لبه من دوخت زدم. این بگ رو به قسمت پشت قرار دادم و دوباره میام از قسمت لبه به فاصله نیم سانت شروع میکنم به دوخت زدن. قشنگ قسمت این درز بره داخل. شما این قسمت رو خوب حس کنید که زیر دوختتون میره و بیرون نمیزنه. بگم وقتی که خواستین این درز رو از قسمت پشت بدوزین، قشنگ این 2 تا قسمت رو اگه لازم بود اتو حتما انجام بدین که این 2 تا درز مماس روی هم قرار بگیره و مرتب و تمیز روی یک خط باشه. من اومدم قسمت پشت رو دوخت زدم. حالا دوباره به قسمت رو برمیگردونم. قسمت رو برگردوندم دوباره و حالا شما ببینید که قسمت داخلش به چه صورت شد. قسمت داخلش به این صورت پاکدوزی شد و نیازی به پارچه آستری نداره. برای حجم دادن به کف کیف ما میایم قسمت های گوشه پایین رو مربع های 2 در 2 جدا میکنیم، هم قسمت رو و هم قسمت پشت از 2 طرف ما این مربع ها رو مشخص میکنیم. بعد از اینکه مشخص کردیم میاییم این زل رو و قسمت پشتش رو به این صورت این گوشه ها رو با 2 تا انگشت میکشیم که یک مثلث شکل بگیره. بعد حالا یا کوک میزنید یا سوزن میزنید که این خط به خط پشت منطبق بشه و این خط رو شما میدوزید. قسمت رو دوخت زدم، به فاصله نیم سانت از دوختم فاصله میگیرم و اضافاتش رو میچینم به این صورت. بعد دوباره به قسمت پشت برمیگردونم و همین قسمت رو مثل کناره ها دوخت میزنم. به قسمت پشت برگردوندم. حالا این قسمت رو دوباره میام از این لبه به فاصله نیم سانت دوخت میزنم. قسمت کفی رو هم به این صورت دوخت زدم. از اینجا به بعد ما با قسمت پشت بگ کار داریم. قسمت دهانه کیف من 1 سانت داخل میشم دور تا دور و اتو میزنم. وقتی که لبه کار رو 1 سانت اتو زدم میام وسط کار رو پیدا میکنم و علامت میزنم. از لبه کار 4 سانت میام پایین و یه خط راهنما میکشم. از خط وسط به طرفین 10 سانت خارج میشم و علامت میزنم. دستم رو از این علامت هایی که زدم به داخل قرار میدم طوری که نیم سانت از خط راهنما بالاتر قرار بگیره و اینو اینجا قرار میدم. دسته کیف رو تابش رو میگیرم به این صورت که پیچ نخوره و به طرف مقابلم که علامت مقابل هست اینجا قرار میدم. دوباره اینم نیم سانت بالاتر از خط راهنمام قرار بگیرم. بعد از این کار من میام این قسمت رو روی خط راهنمام قرار میدم دور تا دور به این صورت سوزن میزنم و از قسمت لبه میدوزم. بعد از اینکه برگردوندم و سوزنمو زدم میام از لبه کار شروع میکنم دور تا دور کار رو میدوزم. لبه این کار رو دور تا دور دوختم. کیف رو به سمت رو برمیگردونم و برای اینکه دسته کیف فیکس بشه این رو به این صورت قرار میدم.
قسمت رو به صورت مستطیلی دوخت میزنم. دسته کیف رو من به این صورت دوخت زدم که فیکس بشه. تسبک ساده آماده شد.